مهسا طهماسبی برادرزاده مائده طهماسبیه که ایشون همسر فرهاد آیشه. اون توی صحبت‌های جنجالی و جدیدش در مورد ورودش به بازیگری صحبت کرد و گفتش که پارتیش برای ورود به بازیگری فرهاد آیش بوده. مهسا طهماسبی به تازگی برنده مسابقه جوکر هم شده. با ما همراه باشید توی این ویدیو راجع به زندگی شخصی این هنرمند جوان. سلام. مهسا طهماسبی که جدیداً سریال جوکر رو هم به پایان رسونده و برنده مسابقه جوکر هم شده، متولد آبان ماه سال 1372 در شهرستان کرج هستش. ایشون فارغ التحصیل لیسانس تئاتر با گرایش تئاتر عروسکی از دانشگاه تهرانه و کارش رو هم با تئاترهای دانشجویی شروع کرد و از سن 22 سالگی جلوی دوربین رفت. جالبه بدون که این بازیگر جوان برادرزاده مائده طهماسبیه که از بازیگران قدیمی کشوره. ایشون در یک خانواده 4 نفره به دنیا اومده و یک برادر کوچکتر از خودش داره که چند سال پیش به خارج از کشور مهاجرت کرد. پدرش مرتضی طهماسبی اختلاف سنی کمی با خانم مهسا طهماسبی داره. مهسا طهماسبی قبلا توی چند تا مصاحبه گفته بود همونطور که من اختلاف سنی با پدر و مادرم کم بوده، دوست داشتم که زود ازدواج کنم و اختلاف سنی من با بچه‌هام هم کم باشه که خوشحال هستم این اتفاق افتاد. اون در مورد ورودش به بازیگری میگه در دوران راهنمایی به بازیگری علاقه‌مند شدم و توی مدرسه‌مون یادمه 2 ساعت وقت آزاد در هفته داشتیم که هر کس مطابق علایق و سلیقه‌هاش به یک کار هنری مشغول میشد و اون زمان دوست داشتم که بازیگری انجام بدم. من هر 3 سال که در دوره راهنمایی بودم تئاتر و فیلمسازی رو انتخاب میکردم. واسه همینم بودش که به بازیگری علاقه‌مند شدم. علاقه‌ام به سینما هم از کودکی با من بود و در دوران دبیرستان وارد مدرسه فرزانگان شدم و در رشته تجربی ادامه تحصیل دادم. به خانواده‌ام گفتم که یا هنر میخونم یا کلاً ترک تحصیل میکنم. اون زمان مادرم که اختلاف سنی کمی هم با من داشت خیلی از من حمایت کرد. خودش حسابدار بود و اصلا شغلش رو دوست نداشت و میگفتش که من به خاطر اینکه شغلم رو دوست ندارم هر روز با عذاب میرم. برو دنبال علاقت و اون کاری که دوست داری رو انجام بده و خیلی راحت متقاعد شدم که من بیخیال رشته پزشکی بشم و برم هنر رو بخونم. طهماسبی مثل خیلی از دانشجوهای هنر و تئاتر در دانشگاه تهران کارش رو با تئاتر دانشجویی شروع کرد. ولی خب خیلی زود در سال 94 موفق شد با فیلم ماه در جنگل به کارگردانی سیامک شقاقی جلوی دوربین بره. اون بعد از این در فیلم دوئل کنار چهره‌های مشهوری مثل هدیه تهرانی، علی مصطفی و نگار جواریان هم تجربه بازیگری پیدا کرد. اون در نوروز 96 وقتی که 24 ساله بود با سریال دیوار به دیوار به کارگردانی سامان مقدم در کنار شوهر عمه خود یعنی فرهاد آیش وارد قاب تلویزیون شد که خب شروع شهرت مهسا با همین سریال بود و خیلی ها از اون سریال به بعد تازه با مهسا طهماسبی آشنا شدن که خیلی هم توی اون سالها پربیننده و پرمخاطب بود. مهسا طهماسبی در مورد ورودش به این پروژه صحبت‌های جنجالی و شجاعانه‌ای رو انجام داد و میگه آقای سامان مقدم برای نقش کیان به دنبال بازیگر جوان و کمتر دیده شده بود. فرهاد آیش که جزو عوامل پشت صحنه بود علاوه بر بازیگر این سریال من رو به آقای مقدم معرفی کرد. چند بار اومدم پیششون ایستادم و در نهایت موفق شدم که برای این نقش انتخاب بشم که البته معرفی فرهاد آیش صرفاً یک پیشنهاد بود. قبلا آقای آیش من رو برای چند تا پروژه دیگه معرفی کرده بود ولی خب هیچ کدومشون به سرانجام نرسیده بود. انگار سامان مقدم با من ارتباط برقرار کرده بود و من رو برای این نقش مناسب میدید. میخوام بگم که اینطور نبوده که با پارتی بازی وارد سینما شده باشم، ولی خب فرهاد آیش و معرفیش به اون پروژه قطعاً توی مسیر موفقیت من و دیده شدنم بی تأثیر نبوده. مهسا طهماسبی در 19 دی ماه سال 1399 وقتی که 27 ساله بود با انتشار یک متن عاشقانه نامزدی خودش رو با امید سرچمنی اعلام کرد. اونها در تیر 1400 مراسم عروسی خودشون رو هم برگزار کردند و ثمر این ازدواج 1 سال بعد یعنی در شهریور 1401 تولد فرزندی به نام لعا بودش. و خود مهسا طهماسبی در مورد تولد فرزندش صحبت‌های جالب و احساسی رو انجام میده و میگه یکی از بزرگترین اتفاقات زندگیم بود چون همیشه دوست داشتم در جوانی ازدواج بکنم و در جوانی مادر بشم.
و اختلافم با فرزندم خیلی کم باشه. تولد فرزندم آرزوی من رو برآورده کرد. خانم مهسا تماسبی در مورد ژانر مورد علاقه‌اش در سینما و تلویزیون میگه تجربه کمدی برام جذابه. چند تا تجربه هم به دست آوردم، ولی خب علاقه‌ام بیشتر به سمت کارهای درامه و فیلم و سریال‌های اجتماعی و بازی در نقش‌های کمدی برام خیلی سخت هستش. من خودم رو کمدین نمیدونم، به خصوص توی جامعه ما که خندوندن مردم کار نسبتا سختی هستش و این کار شاید از من ساخته نباشه. خودش میگه همیشه با عمو فرهاد و عمه مائده مشورت میکنم و خوشبختانه این شانس رو داشتم که این عزیزان در کنارم باشن و بدون هیچ چشم‌داشتی همیشه به من مشورت میدن و باعث میشن که نقش هام رو به درستی انتخاب بکنم و در کارم پیشرفت داشته باشم. همه کسانی که به سمت بازیگری میان دلشون میخواد دیده بشن. منم نمیتونم این ادعا رو رد بکنم یا به دروغ بگم که این دیده شدن رو دوست ندارم، ولی خب من دوست دارم که کارام دیده بشه، به شرطی که در آثاری بازی کنم که مردم اون آثار رو دوست داشته باشن. از فیلم ها و سریال های خانم طهماسبی میتونیم به ماه در جنگل، قانون مورفی، انفرادی، برف بی صدا میبارد اشاره داشته باشیم و سریال های دیوار به دیوار و سریال های شبکه نمایش خانگی مانند ناتو، شباهنگی، شبهای مافیا و جوکر از جمله آثار این هنرمندن. حتما اگر با آثار ایشون خاطره دارید تو بخش کامنت ها به ما بگید و لطفا با لایک کردنتون به ما انرژی بدید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.